جناب محترم والی صاحب، تاجران، ریش سفیدان و حضار نهایت محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه اولتر از صمیم قلب ما خود شریک این حادثه غمگینی که در این منطقه یا در این ولسوالی رخ داد میدانیم و از همچنان یعنی از صمیم قلب تسلیت برای بازماندگان این شهدا عرض ادب میکنیم. راستی این یک حادثه بسیار غمگین و یک حادثه بسیار زیاد دلخراش بود و از همه اولتر از این که این تو حادثات در بسیار کشورهای دنیا رخ میده. ما دیدیم عملا و در او کشورها وقتی که این تو حادثات رخ میده از چندین کشور با هزارها نفر میره و موترها و وسایل و دیگه و دیگه و دیگه در اونجا به کمکشان میرسه. اما رهبری ولایت هرات با تدابیر بسیار خردمندانه این مصیبتی که بود ایره البته به طور خوب ایره منیج کرد و تنظیم کردش و فرد ولایت هرات و هموطنان عزیز ما از دیگه ولایات البته اما هر کمکی که از دستشان میشد اونا دریغ نکردن و کسایی که در این ولایت هرات به این قریجات غم دیده کمک مادی کردن، کمک اخلاقی کردن، کمک معنوی کردن یا خانه جور کردن برایشان یا محل رهایشی جور کردن برایشان، از اینا یک جهان تشکر و اظهار سپاس میکنیم. هر کسی که هر چیزی را جور کرده در اینجا و یا هر قدمی که آمده و یا هر افغانی خود در را به مصرف رسانده، خداوند برای اونا اجر بزرگ بده. شخصا خود ما در راستی در کشور نبودیم و وقتی که از این حادثه خبر شدیم ما بسیار یعنی سخت است که این تحمل شود. این تو است که همه افغان هایی که در هر کشور دنیا هستند و یا در داخل افغانستان اگر این منصوب به هر قوم و به هر ملیت و به هر چیز باشه، همگی از اینا همگی ما شما اعضای یک دیگر هستیم و راستم همگی مردم بسیار غمگین در این حادثه بود. حتی افغانایی را که ما در کشورهای خارجی دیدیم و وقتی که ما خبر شدیم که این حادثه شده ما برادر خدا وظیفه دادیم که عاجل خدا برسانه در هرات و اینا وقتی که در هرات آمدن البته رهبری ولایت اینا راهنمایی کردن که اگر به خاطر از اینکه مواد خوراکه و چیزا در این ساحه زیاد هست که اگر برای اینا خانه جور شد و اینا دست به کار شدن و همی در مجموعاً فکر کنیم که در حدود 300 خانه که 225 خانه در این منطقه است و 70 و 75 خانه در منطقه دیگه است. دیگه اینا به ساختن از این شروع کردن و ما هر روز در تلفن این تعقیب میکردیم که زودتر تکمیل کنیم پیش از اینکه برف و باران باره، و ای که تعداد کارگرای زیاد رو پرسان میکردیم که چقدر کارگر داریم. یکی میگفت 500 نفر یا 600 دو چندش خود سه چند خود نفر زیاد و حتی از اون رهبری دفترهای کابل اونا رو ما کلی شده روان کردیم که در این به وقت زمانش این تکمیل شد و این جای بسیار خوشی است که امروز این خانه تکمیل شد و این بازماندگان این مصیبت
علمناک و این کسایی که از فامیلای بازمانده ها در اینجا باقی مانده اونا در این خانه زندگی کنن. این کار بسیار نیک شد و این منطقه را ما فراموش نمی کنیم. این را ما از جناب والی صاحب تقاضا میکنیم که ما یک قسمت زمین اگر اینجا با دیگه هم به ارتباطی همین خانه بده که ما تقریبا باغ کلان برای اینا جور کنیم که در اونجا یک پارک باشه و یک در ماه حمل نالشانی کنیم و تقریبا یک 15,000 20,000 درخت میوه‌دار بشانیم که حداقل از ثمر از او اگر بعد از 3 سال 4 سال به ثمر میرسه و این میوه زیر این فامیلا بفروشه و یک عاید دائمی هم داشته باشه. دیگه یک کار نیک میشه. این تو است که افغانستان یک بهترین کشور دنیا است. ما سر کشور خود فخر میکنیم، سر کشور خود افتخار میکنیم. ای که جهان در طول 37 سال آخر یا 38 سال آخر جهان بسیار پیش رفته و به خاطر از اینکه کامپیوتر پیدا شد، تکنولوژی پیدا شد، جهان به اینترنت وصل شد و کار 1000 انسان یک کامپیوتر انجام میداد. ولی بدبختانه در کشور ما مشکلات ناامنی و جنگ بوده و امروز با فضل خداوند در سر تا سر کشور آرامی است. دیگه این کشور به یک وقت بسیار کم، این کشور بسیار کشور غنی است، اما ای که در این سالهایی که دیگه دنیا هم یک 37 سال پیش 38 سال پیش از افغانستان که بسیار عقب‌تر بود، اما تنها آب کشور بیشتر از 60-70 میلیارد دلار ارزش داره و امروز آب کشور روز به روز مهار شده میره و این کلانترین ثروتی کشور است. همین قسم معدن‌های از اینا، زراعت از اینا، مالداری دیگه، آب و هوای بهتر از اینا. ما در بسیاری کشورها وقتی که گوسفند نگاه میکنند در جایی که بسیار گرم است برایش کولر چالان میکنه که گوسفند نموره و در بسیاری کشورها برایش مرکز گرمی چالان میکنه که از خنک نموره. و این در هوای آزاد شما در چی مالداریتان نگاه کردن میتونید. دیگه این کشور بسیار غنی است، بسیار کشور اما همین قسم که جوانای ما در ایران و جوانای ما در پاکستان میره در اونجا به خاطر کار کردن، من شخصا خودم که بعضی حالتهای از اینا رو میبینیم و رنج میبریم و از این موضوعی که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شروع شد، ما مطابق کمک یک اندازه کمک در این قسمت کردیم. ولی کمک های تو هست که کمک ها که اگر ما 200 میلیون و 300 میلیون و 500 میلیون یک قسم کمک ها رو کنیم، این کمک ها او قدر جای را نمیگیرن، یک چیزایی است که مصرف میشن. ولی ما در حالی در این بار سوم است در زمانی که امارت اسلامی به پیروزی رسیده، این دفعه سوم است که به کشور خود ما میریم. البته حالی مستقیم به هرات آمدیم و بعد از این محفل ما پس دوباره البته پرواز میکنیم میریم. ولی در جریان که ما در پرواز بودیم میامدیم به کشور، ما فکر کردیم که چی را بسازیم به این کشور که ما بتانیم یک تعداد زیاد مشکلی کشور حل کرده بتانیم. ما به این نتیجه رسیدیم که ما در قسمت قبل هم در این قسمت فکر کرده بودیم، در قسمت انرژی و خط آهن ما امروز از این زنده جان به تمام ملت افغانستان از این میکروفون صدا میکنیم که از کنر گرفته تا بدخشان و از نیمروز تا فاریاب و از پکتیا تا به مشرقی را که ما میخوایم در
روزهای بسیار نزدیک در این کشور به ارزش 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم و این یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ است. این سرمایه گذاری تا حال در این کشور نه به سطح کشورهای خارجی شده و نه به سطح دیگه و ما همی توانمندی و ظرفیت از این را داریم. بنابراین یک فال نیک و یک مبارکی جدید است و این کار ما انجام میتیم. یکی آزادتای زندگی می است وقتی که ما قول میتیم به قول خود وفا میکنیم همیشه در تمام عمر خود. و پولی را که ما پیدا کردیم هم پولی را به بسیار سربلندی به بسیار افتخار و هیچ وقت سرمایه را به بی‌عزتی و به سرپایانی ما پیدا نکردیم. ما بعضی یک قصه کوچک خود برایتان کنیم. در این کشور در افغانستان از سال 2003 تا سال 2009 کنترل مواد نفتی کشور 80% در دست ما بود. ولی ما یک لیتر از او را ما به امریکایی نفروختیم. ما میتونستیم امریکایی از پیش ما در یک تن $1,000 $2,000 قیمتتر بخره. این نه به خاطر خوش آمدید برای امارت اسلامی گپ میزنیم. ما نه مجاهد بودیم و نه طالب و صرف یک وطن پرست بودیم و هیچ چیز را ما نکردیم. ما با وجودی که تمام رهبری دولت قبلی را میشناختیم از رئیس جمهور گرفته تا به کل وزیرایشان، ولی ما هیچ علاقه نگرفتیم به یک قرارداد خارجی که ما او را انجام بدیم و توانمندی زیر از هر کس بیشتر داشتیم. میخوایم که زندگی پر افتخار داشته باشیم و سربلندی داشته باشیم و ما اضافه در 20-25 کشور دنیا خانه داریم، موتر، زندگی، همه چیز داریم، ولی باز هم عاشق کشور خود هستیم. همین دشتایی که ما امروز آمدیم